خدا داد. بسیار زیاد تشکر. کاملا سر وقت آمدی. تو هیچ نترس. من همیشه پیش تو میرسم. هیچ وقتم دیر نمیکنم. و یک چیز دیگه، به خاطر که برای دروغ گفتم معذرت میخوایم. به خاطر که گفتی من بکسر هستم؟ نه، به خاطر گفتم که دوست هستیم. اما او گپ دروغ نیست، ایزگی راست است. دروغ است خدا داد. ما عاشق و معشوق نیستیم. من تو را دوست ندارم، یعنی دوست داشتن نمیتونم. به خاطر چی؟ چی بفهمم دیگه؟ یعنی بدل من نیستی، چاقک هستی، بیتی پستی. تو عاشق نیستی از او خاطر مرا چاق میگی. اگر دوست میداشتی باز قسم نمیگفتی. تو زیاد تغییر کردی. دکترها به خاطر ما اینا منتظر هستن. آخه این بار کته کی گپ زده؟ وقتی برآمدم براتون چیزی گفتم رای دوستم میبینم برآمدم. کدام دوستش مادر؟ از او کدام نام چیزی براتون نگیره؟ نمیفهمم جان مادر، نمیفهمم. خیریه در فکرم زیاد چیزای خراب میایه. نه که بازم با مو کارا شروع کده. هنی سینانی کار کده نمیتونه. وعده داده پدر کده نمیتونه. بس است یک بچه جوان است. اگه یک شب خانه آمده به ایمانا نیست که کدام چیزی شده باشش. آرام باشین. علی، بچه ما خوب میشه. به ما باور کن. از قلبم حس میکنم او خوب میشه. انشالله. خداوند خواهش میکنم در دولاد نشان نده.
سبا بله آخرین هدیه من روان کن. بیادر بعد از علی را از بین بردم ایتونه؟ علی آخرین شبه که آزاد میگرده همیشه واسه بس. اونا را میبینی مادر؟ چقدر با هم مقبول معلوم میشه. به خاطر نجات جان همو بچیم که از پدرش فرار دادمش. بازم یگانه چانسه که میتونه او را زنده نگاه کنه پدرش هست. نمیتونیم از تقدیر فرار کنیم. کاش که دمو اول برش میگفتم. او وقت علی شاید با بودنش میتونست دردای علی جان کم بسازه. نه که ما کار اشتباهی کردیم مادر. اشتباهی چی دخترم؟ نه که نجات دادن زندگی علی جان کار اشتباه است. میماندی که او مثل سلیمان میمرد. توبه خدایا، تو هم دیگه اینقدر عذاب وجدان نکش دخترم، تشویش نکن. این کار تقدیر است دیگه. هر چیزام که میشه بان که شوه. باید سینانه پیدا کنم. اگه او را چیز شوه خدا بخشیده نمیتونم. خوب از دخترم، اما فرار کرده چی خواد شد؟ باید سینانه پیدا کنم. هر چیزی که شوه او را حتما پیدا میکنم. اگه نی پدر من نمیبخشم. زینب دخترم، چیزی را که گفتم همو کار کن. لطفا مرا کمک کن. اگه پدرت خبر شوه که ترا کمک کردیم هیچ باز وقت خبر نمیشه. کار را که میگم همو را بکن لطفا. زینب، چی کارایی را سرم میکنی؟ چی گپ شده؟ نمیفهمم آقا کرد. صدای شیشه را شنیدم، دویده اینجا اومدم. شاید کدام چیز خورده باشه. زینب زینب فرار کرده. زود باش دختر ما پیدا کن.
نه نکن. تو زیاد شیرین هستی. میفهمی تو بهترین تحفه زندگی هستی که خداوند برام داده. به خاطر چی؟ نه که تو بچه نداری. اصل دارم. علی میشه ما چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ البته. بچه ما زود پس میایم، درست است؟ دیگه ای که زیاد وقت است. اگه میخوایی چند دقیقه دیگه هم خوشو هم؟ در موبایل خواهید صحیح برم نگفتی. چطور آتش سوزی شده بود؟ ها؟ به خاطر چیز شده بود. به خاطر منقل شده بود. از او خاطر کدام چیز مهمی نبود. یعنی وقتی الارم آتش سوزی زده شده بود بازوار خطا شده بودن. در او صورت خیلی چرا در اینجا استی؟ پشت تو دق شده بودم. اگه قسم در بار دق شدنت بیایی باز متوجه رستوران کی می باشه؟ هر کسی که می باشه باشه. من متوجه تو می باشم. همه قدر به من کافی است. سلام. خیرات باشه پیلوت. من همراه خانم دیگو درباره چیز گپ می‌زدیم. وقت نماز جمعه است، من میرم. با نماز جمعه میایی اما تو نیست؟ البته امکان داره که نه. بعد از چشم به رستوران میایم، درست است؟ بیا برو دیگه. میالی تا حالا چرا نامده؟ بیادر پایدایش نکردیم. امی که پایدایش کنیم پاکاته برش میرسانیم. عجله کنیم او را پیدا کنین. اگه نیم مغزتون رو باد میکنم. یک قسم یک دفعی نه که به طفل گفته میتونی که پدرت آمده علی؟ دا وقتش اگه شما برم دروغ نمیگفتین حالا بازی قسم یک مشکل پیش نمیامد. وقتش که رسید میگیم ای دیگه چی مانا میته؟ حالا خب پیش بچه تستی بعدن بگو برش. بعدن چی رو برش بگویم؟ بچه‌م مریض است و من به او بچه‌م گفته نمیتونم. او هم به من پدر گفته نمیتونه. شما میفهمید که همه چی مانا میته؟ عقلم از دست میتم. قسم میخورم که عقلم از دست میتم. این بچه بالاخره کجاست؟ اوف سفدا خواهر زینب سینان به خانه آمده؟ تو درباره گم شدن سینان از کجا میفهمی؟ ما با هم بودیم. بچیم کجاست؟ بگو کجاست ها؟ نمیفهمم. یعنی چی که نمیفهمم زینب؟ دخترم نه که سر سینان کدام بالای آمده چطور؟ نه ما با هم بودیم. پدرم وقتی که ما را دید قار شد. گفت که چیزی نمیکنم اما نظر به کنم. یک دقیقه پدر تو کی است ها؟ آقا کرد. او آدم کجاست؟ همراه بچه ما چی کده؟ خانه شما در کجاست دخترم؟ حالا بریم خواهش میکنم. اگه سینان در پیش آقا کرد باشه باز هیچ کسی او را از پیشش گرفته نمیتونه. اما چیز به خاطری بود که ما را در بین هم بنداز علی. اما موفق نشد. نمیخوایم که تو از بین بری علی.
مادر شما تشویش نکنی. سینانه هیچ چیز نمیشه، درست است. ما حال پیش علی میرم، او سینانه پیدا میکنه، درست است. تشویش نکنی. سینانه نجات بده. درست است. تشویش نکنی. سفدا مامام راید میایم دخترم. شما هیچ ضرور نیست که بیاین پدر. ما باید برم علی را پیدا کنم. علی چرا باید تو را کمک کنه سفدا؟ تو چرا خودت علی مقایسه میکنی اویگار؟ او به هر کسی که محتاج باشه کمک میکنه. بازیشوی تو چقدر مقبول هستن؟ ما کارمند اطفایی‌مشون. خیلی قسم است. ما وقت خورد بودم میخواستم کارمند اطفایه شوم. شما راست میگین؟ بله. نام شما چی است کوکو؟ علی. نام ما علی است. مادر ببین نامش کاملا مثل نام ماست. بله بچه، کاملا. درباره وضوی غسل ملا صاحب چی چیزا گفت شنیدی؟ درباره چی؟ درباره وضوی غسل ملا صاحب گفت که 100% 60% جوانا درباره غسل چیز را نمیفهمن. حق به جانب است. ملا صاحب حق داره، یعنی راست میگه. حتی به نماز جمعه هم نمیرن. تا غسل درست نباشه نمازم نمیشه. گفته نمیشه؟ البته که نمیشه بچه، بدون غسل هیچ نماز نمیشه. البته جانم این کار خو امکان نداره دیگه. حتی گفتن که بدون غسل کار کردن یک انسان هم خوب نیست. به هر صورت ما دیگه به دواخانه میرم. حالا دیگه خداحافظ. زنده باشین محترم. خداوند قبول کنه. بیازو تا وقت وضو نگیری نماز نمیشه دیگه. خدا داد. پیلوت بیادر؟ یک بار اینجا بیا. خداوند قبول کنه. بچم در زیر این حال یک بار یک وضو خوب بگینه ببینم درست وضو میگیری یا نه. سابق خب پیش روی وضو گرفته بودم پیلوت بیادر. تو هم گفتی ده امتحان کامیاب شدی، یادت نیست چطور؟ بله، یعنی کامیاب خوش شدی اما این بار دیگه قسم باید وضو بگیری. گفتی دیگه قسم وضو؟ تو یک بار همراه من تا پیشینال برو، اونجا برات میگم که چه قسم باید وضو بگیریم. بیا که بریم من زود باش. در خانه نیست ناق دروازه را تک تک میکنی. میبخشین صاحبی خانه کجاست شما میفهمین؟ بچه‌شون مریض بود، به شفاخانه بردنش. خب در کدام شفاخانه بوده میتونم؟ دمی نزدیکاست. اگه میخواین من به شما آدرس داده میتونم. درست است. آل از می سرک مستقیم بریم. علی ایره تحمل کردن نمیتونه مادر. چرا ایره تحمل کردن نتانه دخترم؟ اگه پدر بگویه یا کاکا بگویه چی فرق میکنه دیگه؟ فعلا چیزی که بر ما بسیار زیاد مهم است سعد علی جان است. البته مادر جان، البته که مدرس. خدایا انشالله که این مغز استوان سر بخوره. من دیگه هیچ چیز نمیخوایم. گریان نکو بیوی، طفل سال داره جگر خون میشه.
بچه‌م وضوی غسل. برات خو گفتم وقتی پیشینال بریم باز به یادم میانه، حالا به یادم آمد. وضوی غسل میگم دیگه. گفتین وضوی غسل؟ ها. بیبی این یک وضوی بسیار مهم است، فهمیدی؟ بدونی هیچ چیز نمیشه. به او خاطر تو حالا دیگه وضو بگی نه ببینم چه رقم وضوی غسل میگیری، ببینم صحیح میگیری یا نه. حالا چرا خنده میکنی؟ ده اینجا خود نمیشه پیلوت بیادر، من میشرمم. خیلی کجا باید این کار کنی ها؟ اگه میخوای نمام بریم ده اونجا وضوی غسل کردن برات نشان میدم. دمام دیگه چی ربط داره؟ درست است، ما تو را به حمام باز خواد بردم. اونجا باز هر قدر که خواستی میتونی خدا بشویی. حالا فقط وضوی غسل بگی، حالا دیگه فرار کردن هم نیست. زود باش. خب اول بسم الله میگیم؟ بگو. میگم نیت میکنم به رضای خداوند و وضو غسل میکنم. آفرین بچه‌م آفرین. بعدن باز از دست راست معوه گرفته 3 بار دانم تا گلونم غرغره میکنم پیلوت بیاده. خب باز بعدن باز دست راست معوه گرفته و بینیم بسیار خوب پاک میشویم. بعدن باز اوه قسم سرم میگیرم. قسم چی میکنی بچه؟ تو چی میکنی دیوانه؟ پیلوت بیا در وقتی تو باشی من کالای من کشیده نمیتونم. بچه‌م چطور یعنی وضو همه قسم گرفته میشه؟ بعدن باز طرف شانه راستم او مندازم. بعدن باز به شانه چپم. این چه قسم وضو گرفتن است دیگه؟ امیالا خب برات گفتم که اول در شانه راستم میگیرم، باز در شانه چپم میگیرم، بعدن باز در سرم گرفته تا نوک پایم به اندازه ذره ذره وجودم خشک نباید بانه. یک قسم میگیرم. بیادری وضوی اولی باری است یا نه؟ یعنی مثل وضویی که چند روز پیش گرفتی؟ اما قسم جانت میشه یا اما قسم بچه من فکر کردم کدام چیز دیگه. بچه حال برو دیگه خدا خوش کو، یگان چیز گرم بپوش که مریض نشی. نه پیلوت بیادر من مریض نمیشم. ایزگی امروز مرا درد داده، یک قسم برام خوبه سرد میشم. بچه بی از عاشق خوب بودی، حالا از اما عاشقای سرگریبان کنده واری شدی. گریبان کنده. ای خدا صبر بده برم. زیاد عرق کده. علی دیدم علی جان زیاد عرق کده، حالا باید با اتاق بریم. درست است. برات نگفتن که نتیجه چه وقت معلوم میشه؟ منتظر می باشیم. گفتن وقت برای باز خبر میدیم. تو او میخوری؟ نه. درست است. پیلوت سلام. خوش آمدی. من میخواستم درباره یک چیز امروز گپ بزنم. خب بگو. ای قسم یک چیز چه قسم گفتم میشه هیچ نمیفهمم. من در یک جای کار میکردم، از کار کشیده شدم به خاطر مشکلات اقتصادی. شنیدم که تو ده اینجا مدیر هستی. امی قسم باز اینجا آمدم. البته ما حالا یک کار دارم، تو در مدیریت برو. درست است؟ باز ما پسانم را گپ میزنم که چی باید بکنی چی نکنی. درست است. درست است. پیلوت در اینجا چی گپ است؟
چیزی نه، راستش خانم توکچه آمده بود گفت که بیکار است، میخوایم یگان کاروبار کنم. بله بله، درباره کار گپ میزدیم. در صورت خیمه میرم. خدا حافظ پیلوت. بخیر بری. خداحافظم میگم. او آتش سوزی دیشو امی خانم بود؟ نه جانم، به هیچی ربط داره. آتش سوزی بود دیگه، در گرفته بود. کجا در گرفته بود؟ با مام خو نشان بده. آها. تشکر، پولیتانه بگیریم. علی؟ تو اینجا چی میکنی سفدا؟ سینان گم است. خب ما چی کده میتونم؟ پیش پلیس میرفتی؟ پلیس کار کده نمیتونم. به خاطر چی؟ سینان پدرم اختطاف کده. آقا کرد؟ بله، وقت ما و سینان میخواستیم هم دیگر رو ببینیم پدرم اجازه نمیداد. علی لطفا یک کاری کن، سینان پیدا کن لطفا. به خاطر که بیادر تو هستی، به خاطر که با کمک ضرورت داری برات کمک میکنم. میفهمم بیازو با خاطر پیش تو آمدم. خیلی لطفا. موبایلت بدی. آقا کرد، به نام سینان یک بچه پیش تو هست. از خیرتون عاجل ایلاش کنید. چیزی نیست که مربوط تو شوالی. نه خدا در این موضوع داخل نساز. باید رو برو همراهش گپ بزنم. شما در اینجا منتظر باشین. من خب شما گفتم که منتظر باشین. نمیشه علی، موضوع زندگی بیادرم است. سینان به خاطر من اختطاف شده. درست است، من گپ میزنم اما به تنهایی. علی لطفا، تا نبینم بیادرم نجات یافته از این موتر پایین نمیشم. چرا استاد استی؟ برم نشان بده که کجا سوخته. اونجا ای برات خو گفتم دیگه، یک چیز بسیار خورد بود، یک آتش سوزی بسیار خورد. بانش جانم خلاص شد رفت. اقا پشت گپ نگرد دیگه. امو جایی که سوخته همیاله، برم نشان بده. ده چیز بود، ده آشپزخانه. درست است، حالا بریم. حالا کجاست؟ کجاش سوخته بود؟ همینجاست دیگه. یعنی بسیار آتش سوزی خورد بود، اما وقتی الارم زدن کلگی ور خطا شده بود. راست میگم دیگه.
خسته نباشین. زنده باشی. بسیار زیاد تشکر. همینجا دیگه یک دفعه آتش گرفته بود. پیلوت او دختره بار دیگه در اینجا نبینم. شما متوجه کار خود باشین. آقا صبح یک حادثه کوچک رخ داد. از اجاق آتش بلند شده بود. بسیار خوب شده بود. بسیار خوب شده بود. زیادتر متوجه کار خود باشین. بله. کجا رفته؟ خاصیز کل جای پالیدن آقا. به جایی که خانم زینب رفته. همراهی بیادر ما چی کردی؟ بگو چی کردی؟ اینه که دیدن همراهی دخترت کدام گناست؟ کجاست سینان؟ جواب بده سینان کجاست؟ چی شده علی؟ نیکی بار دخترم تو فرار دادی ها؟ ما هیچ کس را فرار ندادیم آقا کرد. اگه بخوایم کس را فرار بتم از دانه دروازش فرار میتومش. با گرفتن سینان آمدیم. او کجاست؟ کتی سینان خود کدام کار نکدین پدر؟ بگوین نیک نکدین. بیادر مرا برم بته. بیادر من گفتم برم بته. سیفدا درست است. آرام باش، من خودم گپ میزنم. علی بیا که داخل بریم. کار دارم آقا کرد. او به شربتی که بریم. داخل و بیرون نداره. علی یاد سبا تو هیچ رب نداره. او بچه تا وقتی که قبول نکنه که دیگه امرای زینب نمیبینه پیش من میباشه. یا خواه از دیدن آفتاب منصرف میشه یا هم از دیدن زینب. بیادر من بته. بیادر من بته. سیفدا گفتم آرام باش. آقا کرد به خاطر که یک نفر دخترتان دزد داره شما او را آزار میدین؟ سینانه ایلا کنین. مکت سینان گپ میزنم. بسیار خوب. درست است. ای بار قبول میکنم. او بچه تا یک ساعت دیگه به خانش میرسه. اگه باز بخواه که کدام اشتباه کنه باز جسد و بچه را به دست میاری. حالا دیگه دخترم بسیار زیاد تشکر. توکچه بار دیگه در اینجا قدم خدا نمانه. دویگو بیبی دختر محتاج است. آمد از من کار خواست. برش چی میگفتم؟ نیک راندن کسی به ما میزیبه. او ای کار قصدن میکنه. چی را قصدن میکنه دویگو؟ تو را دوست داره. سر تو چشم دوخته. نیک نمیفهمی. ما سر تو چشم دوختیم. نیک تو نمیفهمی. ای قسم ده پیش روی کلگی چی میگی؟ میگم که امشب بیرون بریم. کجا بریم؟ همین قسم با هم تنها به یک جایی که تنها بوده بتونیم.
راستش چی با هم تنها گفتیم یعنی تنها باشیم، نان بخوریم، در یک جای بشینیم، تنها نان خورده بتانیم. درست است. درست است. درست است. شاو 8 بجه بیامر از خانه بگی. اوف سینان مرا زیاد ترساندی جان خوش. حالا با مادرم شون زنگ بزن بیشتر از این تشویشتا نکنن. بیچاره مادرم زیاد تشویش میکرد. ما کتالی بیادرت هستم. سایس برش میگم. حالا دیگه برشون زنگ بزن. خداحافظ. سینان ازت بسیار تشکر کرد. سلامم گفت. دستم همام ازت تشکر میکنم. برات خود گفتم به خاطر تو کارم نکردیم. من شفا خانم میرم. برای کجا برسونم سیفده؟ علی هنوزم چیزی نمیگی؟ بچه تا چی شده بود؟ خداحافظ. امشب ساعت 8 میبینیم. یادت نره. نمیره. شو باز میبینیم. پیلوت بیادر. چیگه پس خدا داد. میتونم ازت یک چیز پرسان کنم؟ بگو چی است؟ یادت از دفعه قبل به ما یک طریقه یاد داده بودی نه؟ ما فرار کرده بودم ازگی تعقیبم میکرد. خواه؟ پیلوت بیادر میشه به ما یکم طریق نو یاد بیتی؟ مشکل چی است؟ اول تو رو بگو نظر به او برات میگم. ازگی به ما گفت تو چاق استی، بسیار بدرنگ استی. گپایش از اینم بیرون نمیشه پیلوت بیادر. در او صورت خیلی مشکل حل شدنی نیست. حالی که او آدم به تو چاق و بدرنگ گفته، در او صورت تو باید جلب توجه کنی او را. منظورم است که یک قسم کالا بپوشو در مقابلش ظاهر شو که او در هر جایی که باشه تو بتانی در مقابلش بری و قسم را برو که هیچ گپی نشده. فهمیدی؟ عطر بزن و سر بلند را برو. فهمیدی؟ دیگه از ما چی میخوای سیفدا؟ ببین بیادرتم نجات پیدا کرد. علی بچه تا چی شده؟ خوب است. پرسان میکنم اما جواب نمیدی. با تشویش هستم. خوب نیست سیفدا. هیچ خوب نیست. منتظر پیوند استخوان است. چی؟ زیاد ناراحت شدم. سیفدا، تو دیگه چرا مثل یک زن متأهل رفتار نمی کنی ها؟ بعد از این مرا دیگه راحت بان.
بعد از هر جایی را که چشمایت میبینه ده اونجا خون خواد بود. بیا بچیم آفرین. بچه شیرم. قسمت بعدی. تو چقدر مرا دوست داری هایی؟ با او فرصت بده که برات محبت بده. من از کاملا مطمئن هستم که از کارتان پشیمان نخواهد شدین.